شک نیست که هررازی افغانستان فعلا در اختیار طالبان هست، ولی هیچ قلبی رتابال در افغانستان بخصوص از مردمان صاحب فکر تسخیر نکردند. تظاهرات در سراسر افغانستان مصداق این حرفم است. در قسمت جبهه‌ای که در پنجشیر شکل گرفته به نام تاجک ها، من فکر میکنم که مقاومت در افغانستان در برابر طالب ها مقاومت تمام مردم افغانستان است. امروز در کنار جبهه مقاومت افغانستان پشتون ها، ازبک ها، هزاره ها یکی پای دیگر در حالت آماده باش هستند که این جبهه را تقویت بکنند. در این هم شکی نیست که در گذشته ها یک واژه را همسایه های ما بر ما صادر کرده بودند که گویا تلوار شمال میگفتند، به خاطر اینکه جبهه را کوچک جلوه بتن و بر مردم چنان ذهنیت بتن که گویا در اینجا مردمانی که دفاع میکنه مردمان یک محل و یک منطقه هستند. و در این شکی نیست که اکثریت کسانی که در جبهه مقاومت قرار دارند مردمان پنجشیر هستند. در رهبری از هم مردمان پنجشیر قرار دارند. موفقیت جبهه مقاومت در این هست که صدای برحق در دنیا بلند ساخته. آن چیزی را که طالب ها عنوان کرده بودند به زعم خودشان که ما اعلان حفر را کردیم، در حالی که اونا از مردم معذرت بخواهند. حتی از مقبره قهرمان ملی افغانستان پاهایشان میلرزه. شما دیدین که در و دروازه‌اش را تخریب کردند. در پنجشیر خانه ها را آتش زده. تعداد طالبان از 33 ولایت افغانستان، جمع حامیان بیرونیشان، جمع ترورستای بیرونی بالای پنجشیر اینا حمله کردن و فعلا حضور دارن. من باور دارم که تلفاتشان به نهایت زیاد است که اونا دست به جنایت بشری در قریه و قصبات پنجشیر زدن و من باور دارم که اون درها تسخیر ناپذیر است.